بزرگای ما بیهوده نگفتن که زن اگر آتش نمیشد خام میماندیم ما. همین خیلی؟ و با مردم نمیشد با هم خور میشیدیم. اولادم شویش مو چیکار دارم؟ نه گفتم با تو در توی ما سرود میخوندی. بین هر دشون شود کشاکش، بچه ها شوند ای اوچش دخترها شوند. ای اوتش در حق تو سوختم فرزند پدر جان، هدادر جان لخت دل و جان و جگر. یگان چیزی دنیا جای فرزندی پدر گرفتن نمیتونه. بله. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. توبه کردم. همین بعضی حافظا دم حیرانم. یا حافظه یا حافظ. خیلی تلفن کردم بیاین خیلی. با چی نوزونوز میکنین؟ هم یه بار زنگ زدم بیاین. باش مرا 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار خیلی 10 بار 10 بار چی زنگ زدم می. ولی بعد مردم چی میگه؟ این فخریدن برنامه‌شون خورشید شب مونده دیگه نیست پیشاو شد. و ما هم خونه زن فرزند داریم مرا نگاه دارن دنگ 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 زنگ دادن. چمنگول چمنگول. این دیگه همین فصل بهار ما چمنگول افتاد خیال کرده که پوری چمنگول همینجا. السلام علیکم. با سایه‌ی ما جنگ کرده ایستادگی بدی یا؟ اینا ما رسیدم. و علیکم السلام. سوزین خوبین تینجین. رحمت بو رسیده اومدم بو میگی دیر کردی. میگه دیر کردی بو. دیر کردی چمنگول. میدونی چند ساعت ما شما را نگاه دارم چند ساعت. گشنه موندی. گشنه مایلی. خنک خوردی. خنک مایلی. با چیکار کردی؟ آخه برای تو. برای من. برای تو نوبتی همه. من رسیدم. آمدم این اکا جان. ما خنکی دا توقع میکنیم گشنگی دام توقع میکنیم میگه آخه میدونی همه دا کاری بیزیب چیه همین نگاه میکنی تشویش میکنی اوه دا کجا شد دا کجا رسید از به خلاق ازی درام دوشنبه اتوبوس دیتاژ اومده من خیال کردم گل تو در اتوبوس دیتاژ ایتاژ دا بودم برای می پروبکا درست شدم اکا این رسیدم راستی خوش اومدی رحمت سلامت باشین شما هم سلامت باشین زنده باشین ببخشید که شما را بسیار انتظار کردم اکا جان هیچ غم سلامت باشین اکا پایان شب سیاه سفید است البته انتظاری رو انتظار میشه بو خیلی میکند فریاد و زاری بله. جانی من از انتظاری بله. این قدر سخت از خدا جان لحظه های انتظاری بله تمام جان آخر انتظاری با شیرینی داره البته زنده باشه سلامت باشین خوش آمدید با برنامه ما با برنامه خورشید شب سلامت باشین عیناً که خورشید شب است البته کم کم خنک گشنگی به نهایت عالی سلامت جان بلبل همه وقت در همه جا باشد طاقت گرمی خنکی سردی طاقت همه چی را دارد بله شما در این فصل زیبا در این فصل بهار نه اینکه چمنگلید شما بلبلید ای سلامت باشین اگر شما بلبل نمیشید در این بهار ما شما رو نگاه نمیکردیم در بهار فقط ما بلبلا رو انتظار میشیم نه تنها که شما شبگرد نیستین همه شبگرد هستن بسیار هنرمندا رو میبینیم که در شب در همه جا بسیارتر فکر میکنیم که در شب در تشویشن هنرمندا بله یا نه چمنگل جان آرامی بله دل شب آرامی بهترینه باور کنین بله خوبه چمنگل جان در عرفیت گفتن که صحبت خوش رو با آدمایی که خوشگفتار هستن کردار خوب دارن پینداری نیک دارن بله ما هم خیلی آدم ها سخن کردن در کار البته معامله کردن مصلحتم سخنم گفتارم با دوستی خوب با دوستی نزدیک میکنی اونه که به دل نزدیک هست البته لحظه که کمتر ناراحتی شاید کمتر لحظه های میشد که زیق بله میشود میخواهی که با آدمی نزدیکترینت یا تلفنی یا روبرو ششته صحبت کنی منم خرسند که شما مرا انتخاب کرده تو دعوت کرده عزیزترین شخصی که در روی دنیا
خداوند برای ما هست کرده است. مادر است. بله این مادر است. فهمیدم که پیش از سرود مادر یک چیز را فهمیدم که شما روزی 8 مارس در یک کنسرت کلون سراینده محبوب، سراینده خوش‌آواز ستاره صنعت استرادای تاجیک نعیم جان سیدعلی در اونجا اشتراک داشتید. بله. و در همون روز با یک سرود، با یک ترانه زیبا که به گوش شما رسید همراه نعیم جان سیدعلی خوندید. اون سرود چخیل به دل مخلصانی که در همونجا اشتراک داشتن که تا حالا در مثال کانال نعیم جان سیدعلی پخش نشده است یا که نبرآمده است این برنامه کنسرتی یا که در فتح‌هایی که در مغازه‌های دیسک فروشی می‌فروشند نبرآمده است، از طرف مخلصان گفتن که خوب پذیرفته شد. کمی یک 4 مصرع زمزمه کنید. بله، سروده که نعیم جان سیدعلی همچون برادر برای ما هستی، بسیار قدرش میکنم، احترامش میکنم، همچون هنرمند. آوازاش هم طرز خواندنش هم بهترینه. تکلیف کرد که اپا همین سروده کتمان میخونین، مایلش گفتم هیچ گپ نیستم. یک سرود برای فرزند پدر بدش، ما برای من دودر. منم که یک دختری هستم که برای فرزند پدرم تا حال سوخته کبابم، برای همین بسیار برام خوب بود. برام یک لحظه بود که همین خیال کردم که همین سروده برای همین دودر خودم خوندم و صدقاً برآمد. من همین سروده که خوندم در کنسرت هم وقتی که پیشنهاد مخلصا گشت، مخلصا نست قبول کردن با فکر خودم، لیکن من نمیتونم گفته که خودم که سرود عالی به خاطر که ایرا باید مخلصا بگن که سرود عالی یا ارزنده. من گفته نمیتونم ایرا، من میتونم که فقط که 4 مصرعش برای مخلصا بخونم. فرزند پدر در این جهان یک نفسه، گه آتش و گه گل و گه خار و خسه، آخر که وفا ندارد دنیای فنا، باید که به قدری همدیگر ما برسه. آخر که وفا ندارد دنیای فنا، باید که به قدری همدیگر ما برسه. در حق تو سوختم فرزند پدر وای، ای دادر جان لختی دل و جان و جگر. در حق تو سوختم فرزند پدر جان، ای دادر جان لختی دل و جان و جگر. میگم که بگذار هر شخص فرزندای پدرش دوست داره و خیالم که یگان چیزی دنیا جای فرزندی پدر گرفتن نمیتونه. بله. وقتی که یک تاش را از دست میدی برای دیگران جان دریغ نمیداری. به می خاطر به همه شما من خواهش میکنم فرزندای پدرتون دوست داره، پدر مادرتون دوست داره، در زندگی به قدرشون برسه. وقتی که اونا میگذرن ای سر بعدی سری و وای میگین سود نداره. من می قدرش فهمیدم تمام. چمنگل شمس‌الله بودن. البته بزرگان میگن که پدر خوب است و مادر نازنین است، برادر میوه روی زمین است. برادر قدر همدیگر بدانیم که جای همه ما روی زمین است. البته امروز چمنگل جان بسیار زمزمه خوب کردن، حتی ما را شما گریاندید. چمنگل سلامت باشید، زنده باشید. گریه جان چمنگل رو میشنوی ای برادر. و امروز چمنگل جان با یک حسیاتی خوب، با یک طبع بولیده، طبع خوش، درد دل خود رو، غم خود رو امروز در برنامه ما سرایید و خوند. و تشکر زیاد میگیم با نعیم جان سیدعلی با این پیشنهاد خوبش برای چمنگل جان. بسیار ای نعیم جان میندارم که خیال کردم که درد دل مرا درک کرده، مثل رو دم پیشنهاد کرد. امی خیلی فکر کردم حتی او بچه نمیدونست که ما در دل چی درد دارم و
همین سرود آمده پیشنهاد کرد. وقتی که من این سرود خواندم فکر کردم که عیناً همین سرود برای ما بود. پیشنهاد خوب کرد. من بسیار عیناً جون می‌ندارم. رحمت و در می‌ندارم باور کنید. سلامت باشید. فکر میکنم که امجوین سیدعلی تماشا میکند. آوازی خوش داره شما چمنگل. آوازی خوب داره. ما در بسیار خرسندی نه با گفتیم که شما بسیار آوازی خوب دارید. ما بسیار در خرسندی و در بسیار برنامه کنسرتی تماشا کردم. حتی زمانی بود که سال 2010 بود. سال 2010 بود. عیناً نو وقتی اویلادار شوی من بود. در خرسندی هم گفته بودم که این مثال هنرمندایی بودن که در اونجا خدمت ارزنده کردن. در همون وقت در وقت کلیپ شما رو ما در اونجا نقش بازی کردم گفتم چمنگل سوید میزنه تا اوکی همون سوید میزنه تا فرو چمنگل گفتی ها نقشی مانتیور با طوری نه عاشق بودم و با یک بهانه باید وارد خونه شوم بچه مانتیور بله عاشق باید وارد خونه شوم نه که در همونجا چمنگل گفته بودم که علاقه دیر کردی چمنگل گفتی برای چی؟ گفتم چمنگل دیر کردی برای چی؟ ما علاقه اویلادار شدم شما هم گفتید اکه فخردین شما چی گفتین؟ شما شروع گپ بزنین چی خیلی اویلادار شد من با اویلادار شوی شما چی کار دارم؟ نه گفتم باید تو در توی ما سرود میخوندی در توی ما سرود میخوندی زنده چمنگل جان شما این حال فهمیدم که در اویلاد صاحب یک فرزندی زیبا یک فرزند دوستجا هستی. شکر الله. خداوند عمرشون درست کنه. سرچای ما این حال در درون ماشین مرا انتظاره که ایام تیز برنامه شد همون کنه بیایم مرا خونه بره. تیزتر خونه را. بیرون خونه که کمتر نبروردم. زنده باشید. که خیرت با ماشین خطی اومده نه؟ ها خونه بیرون خونه که بچه در بیرون. و آرزو دارید که پسرچتون آینده و مثل شما صنعتکار شود. نه راستی گپ آرزو ندارم که بچه‌م صنعتکار شود. آفرین. به خدا آرزو نمیکنم این آرزو ندارم حتی یک پسرچه دارم میخواهم که کسبش خودش انتخاب کنه بله برای که من از اول هر چی که گفتن هر چی که خواستم پدر و مادر من نکردم پیروی کردم کسب خود من خواسته خود من کردم بگذار آینده اینقدر ترقیات اینقدر پیشروی اینقدر زیبایی شده دوری او دا کی میدونه که چی میشود بگذار کسب خودش انتخاب کنه همین بچه در کسب خودش سایه خودش قدم بزنه البته هر اون کسی کسب خود رو انتخاب کند انشالله او آیندهش درخشان است درخشان میشد بگذار کسب خودش انتخاب و دعا میکنیم که آینده فرزند شما یک فرزندی خوب شود فرزندی نکوتوله شود همیشه در خدمت وطن و پدر و مادر مهربان در خدمت شما باشد انشالله سلامت باشید و چمنگل جان این حال کار و فعالیت شما میدونم که در کدام انسامبل سازی آوازه‌دار شما در اونجا کار میکنید فعالیت دارید بله کار میکنم انسامبل دولتی دولتی اپرا و بالت در کار میکنم از سال 2004 یا 5 خطا نکنم در تئاتر دولتی اپرا و بالت کار و فعالیت میکنم در انسامبل دولتی فلک نیز کار فعالیت کردم باز هم میخوام که پیگیری کنم رو بیارم به انسامبل فلک خدا خواهد روزای نزدیک باز انسامبل فلک بمیرم و خاطره که صدای ما هنری ما فلکیه بله فلکیه میتونید یک سرودی فلکی زمزمه کنید بله میتونم برای چی نمیتونم با اینقدر گذرگاه در شیشته مدامو گذر کردم مرا تماشا کرده سین روحیه میگیرم بله یک سرودی فلکی مردم به بلیت تماشا دارن بیو بلیت نمیخوام آزاد بودن دوست میدارم شما میدونید که من سرسر یولا خواندم اومدم امروز در کوچه نخوانم یک لحظه فکر کردم که امو سر تپه قشلاق در خوانده است اما مردم گذر کرده مرا نگاه میکنه همین چیز خرسندم دیگه هیچ چیز یک رباعیای خلقی فلکی را بسیار دوست میدارم یک سرود مادری که عین حال آماده کردم خواندم این از فلک برای مادرها میبخشم با دعایت مادرها سرسبز دنیا میشوم در نبرد زندگانی دست بالا میشوم با دعای سبزی تو ای مادری دریا دلم چشمه باشم مگر مانند دریا میشوم چشمه باشم مگر
مانند دریا می شود. این از فلک. سلامت باشید، سلامت باشید. مادرها به خاطر شما بود سرود فلک مادر چمنگل شمسلو و نقشه ها شدیدین که الکی میخواد که در انسامبل فلک کمیته رادیو و تلویزیون کار و فعالیت رو آغاز کنم. بله، در کمیته تلویزیون و رادیوی انشالله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در انسامبل فلک انشالله در آنجا چمنگل میخواهم که با نزد استادام برم. بله، در آنجا کار میکردید؟ بله. کجا فقط استادان؟ نه، استادام کار میکردن. من شاگردی اولین استادام بودم. حاج استادای ما در انسامبل فلک کار میکنن. من به نهایت دوستشون میدارم، احترامشون میکنم. به همین خاطر با میرم پیش استادام کار و فعالیت کردن رو شروع میکنن. انشالله استادا قبول میکنن. من باور دارم بله، که انشالله قبول میکنن، انشالله چون خدا از خواهد. اول در اونجا کار میکردید، فعالیت داشتید بله. و خیلی سبب‌های خدمت زندگی میکردید. میشود، سبب‌های روزگار زندگی همین خیلی شد که من انسامبل برآمدم. لیکن خوبم حاضر میتونم که برم آغاز کنم با کار من. انسامبل فلک بله. انشالله. و مثل بانو مطلوبه رحیمووا دوست داشتنی. دوست داشتنی برادر ما برادر برادریم. با مطلوبه رحیمووا برادر هستن. من فکر کردم که به خاطر مطلوبه میرود. بله با خاطر مطلوبه جان شنیدستی؟ شنیدستی؟ در کجای هستی؟ چمنگل پیش تو میآید، تو چمنگل را نگاه کن. و چمنگل جان صنعت بسیار راههای نازک دارد. شما میدونید چقدر صرف و خراجاتش بسیار دارد. زیاد. انا نون یافتنش چی میگن نون یافتنش آسان است در روز زندگی. به هر روز زندگی نون میابید، مثلا میابید در نون. بی زحمت یافتن همیشه. بله، نه که نام مشهور کردنش. مشهور کردن مشکل. نام برداشتن مشهور کردن مشکل. در زمین زد آسان، یک پله یک دم ده، لیکن برداشتنش به حد مشکل. بله. همین خیلی. در همه سوا اگر نام میافتی نون میوی ان نون البته میوی. مثلا زحمت میکنی. لیکن من فکر میکنم که بی زحمت نمیشه. بله. همه کار، همه کسب، همه ساحه مشکلی خود داره. لیکن دل شکسته رو افتاده بودن به فکرم برادر ممکن نیست. البته. برای چی؟ برای که الله هست کرد. دست بازی خوب داد. کاردان هستیم، کارچلان هستیم، بگذار کار کنیم زندگی را پیش بریم. بله. روی زندگی را برای ما آموختند و گفتند که چیکار کردن نکار در این دنیا ما همیشه برای زندگی خودمون، برای حیات خودمون همیشه مبارزه بریم. زندگی رو باید زور آورد. بله. اگر ما زندگی رو زور نیاریم، زندگی ما رو زور میارد و به یک روزای به یک پستیای میزند که حتی در شب خوبون بیاره نمیبینیم. بله. برای همون زندگی رو همیشه وقتی که این راهی که خوب گفتی، بله. انشالله که خوب میشه. این راهی که مثال من تو انتخاب کردگیم چمنگل جان، راه هنر است، راه صنعت است که از پشت این راه ما نان میخوریم یا که در خدمت مردم هستیم که مردم هم در خدمت ما هستن. هستن شخصایی که شاید کسب و کار ما عموما معقول نیست. حتی من میشنوم که میگن که بیا نکن نمی کارا بس کن، خی چی میکنی نکن. زیبی زن در خانه شیشته نه ها راست. هر زن دوست میداره در خانه بشینه، مهمان نوازیش کنه، کودکش تیار کنه به زندگی، به خانه، به زندگی. هر زن دوست میداره. شوهر همه طرفه. فرض کردیم در خانه زنی خاندان باشه، لیکن زنی کار میکردگی هم هست. ما زنها هم کار میکنیم، هم در خانه کار میکنیم. مقصد که کسمون هم دوست میداریم. چی کار کنیم برادر؟ وقتی میگن که کارتا نکن بس کن، بیا بس کن نکنم این کاره. همه میگم خب میکنم، لیکن میرم بس کردن نمیشه. بزرگای ما بیهوده نگفتن که زن اگر آتش نمیشد خام میمونده ما. همین خیلی؟ با مردم نمیشد با هم خور میشیدیم. همیشه خیلی میگه مرد اگر آتش نمیشد، زن اگر آتش نمیشد. بین اونها مرد اگر آتش نمیبود، زن کی اگر آتش میبود؟ بله. مرد که اگر آتش نمیشد، زن کی در آتش میشید؟ بله. چمنگل میگه که مرد اگر آتش نمیشد، زن بعد کی آتش میشد. برای همون اگر زن آتش باشد و مرد آتش،
байнашон шавад кашокаш. کشوکش میشود تفلکای دست رو یک سلامت باشید مرد اگر باشد آتش زن اگر باشد آچش بین هر دوشون شود کشاکش بچه ها شوند ای اوچش دخترها شوند ای اوتش البته این بود سخنهای زیبای ما و چمنگل برای شما در برنامه خورشید شب. بار دیگر چمنگل جان خوش اومدی. سربلند باشید. من میخوام که در راه زندگی در صنعت خود در حیات خود همیشه شما یک هنرمند باشید که بسیار هنر والای خود رو سربلند باشید. سیقل دید و تا وقتی که جان در وجود خود در بدن خود دارد با همون جان و با همون دل آزادی خود با همین دل زیبای باور خود نکردی خدمت کی کنید. فخرالدین که همین روز کسال بدم گفتی بیا که برنامه‌ام در اشتراک باور نکردی که صنعت ما دوست می‌دارم. باور کردم. باور کردی نه؟ باور کردم. وقتی که چمنگل گفتی من ببرم انا باور گفتم که کرد. یک بالاکو بیا امروز دعوتش کردم. در حقیقت چون چمنگل که من بیمار بود. مخلصام دوست می‌دارم. مخلصام شما را احترام میکنم. زنده باشین. با دستگیری شما و با دستگیری مخلصام قدم میزنم. اگر در دل شب به خاطر مخلصام نبرم چیکار کنم؟ باشد صدای خوشترین بر گوش دل سازی و شکرانه خود میکنم اشکی سحر نازی وطن گاهی به سودا میبرند گنجی وطن را زمره با نرخی جان میخرم هر سنگ پردازی وطن بر گوش دل سازی وطن بر گوش دل سازی وطن. شما دید با برنامه خورشید شب. شما نیز اکا جان زیبا باشه همیشه محفل آرا باشه در دل مخلصا جا باشه اکا جان با چمنگل شمسلا باشه باشین. در توی تماشاها باشه باشیم. برای مردم تاجیک برای و همه مخلصا باشه. بله برای مردمی که ما رو تماشا میکنن. سلامت باشید. این بود برنامه خورشید شب در کانال مهراب پرو. فخرالدین عربشاه با چمنگل شمسلا با شما هستیم. все بودید خرشا.